خب در اینجا ما خدمتتون عرض کردم که این محور Z، این محور X و تو تراش وقتی من میخوام نقطه P1 رو معرفی کنم میگم برو به X 25 Z منفی 7.5. اینجا دوباره یه مختصات مرکز دوتا قطعه رو داره به من نشون میده که اگه ما فرض کنیم این میز دستگاه ما باشه، یعنی XY میز دستگاهمون باشه، وقتی من میخوام نقطه P2 رو معرفی کنم به عنوان مرکز باید بگم که XC Y 60. یه روش دیگه حرکتی در دستگاه های CNC روش اصطلاحاً بهش میگن قطبی. یعنی ما تو روش قبلی می اومدیم با دادن یه مختصات X و Y یه نقطه رو مشخص میکردیم. تو حالت قطبی ما میایم با دادن یک شعاع و یک زاویه، ببینید با دادن یک شعاع و یک زاویه میایم و مختصات رو میگیم. الان اینجا عدد P1 ما نسبت به این نقطه شعاعش 100، یعنی از این نقطه تا این نقطه طول این پاره خط 100 و زاویه 30. اگه من بخوام از این نقطه با ابزار به سمت نقطه P1 برم باید به دستگاه بگم که G1 RP مساوی است با 100، AP مساوی است با 30 که حالا در ادامه مثالا انشالله بیشتر توضیح میدم. این باز دوباره اومده همون مثال تراش رو گفته برای حرکت های مختلف. پس ما در دستگاه CNC حرکت در راستای محور X را به این صورت نشون میدیم: X 20 X 10، حالا هر عددی که هست، یا اگه در جهت منفی باشه به صورت منفی. در راستای محور Y هم به این صورت و در راستای محور Z هم همینجور. اینجا هم دوباره همون حرکت نشون دادن، نحوه نشون دادن نقطه P1 P2 P3 توسط این نقطه رفرنس، یعنی ما تمام موقعیتامون رو باید از این نقطه رفرنس بیان کنیم. خب اینجا اومده اون صفحات کاری رو به ما نشون میده. ما زمانی که داریم با دستگاه فرز کار میکنیم تو صفحه G17 کار میکنیم. صفحه G17 میشه X Y.